سلام، من غزالم، اومدم بهت یاد بدم این تاج خوشگل رو بسازی. ما برای این کار نیاز داریم به تل نازک فلزی و نخ پلی استر و قیچی و فندک. اول ما باید 40 تا رشته نخ 50 سانتی رو قیچی کنیم و همینطور که توی تصویر میبینید با فندک 2 تا سرش رو بسوزونیم، چون نخ پلی استر قابلیت نخکش شدن داره و حتما باید اول این کار انجام بدیم. ما نخ رو دلا میکنیم و همطور که میبینید دور تلمون سر میندازیم. حالا نخ سمت راست رو میبریم بالا، از پشت تل یه دونه گره میزنیم. دوباره با نخ سمت چپ هم همین کار رو تکرار میکنیم. اگر به حرکت دست من دقت کنید خیلی ساده است و واقعا میتونید انجامش بدید، اصلا چیز پیچیده این نیست. این میشه یه دونه سر انداختن و مرحله اولمون. حالا یه دونه دیگرم براتون انجام میدم که اینو ببینید. به همین سادگی مرحله اولمون انجام میشه. حالا باید همه اون 40 تا نخ رو دور تلمون با همین روش سر بندازیم. به این مرحله که رسیدیم وسط تلمون رو پیدا میکنیم، یعنی 20 تا رشته نخ دوتایی سمت راست و 20 تا رشته نخ دوتایی سمت چپ باید داشته باشیم. بعد از اون 2 تا نخ اول رو جدا میکنیم که میشه 4 رشته و باها شروع میکنیم به زدن گره مدادی. اگر کامل مبتدی هستید و گره مدادی رو بلد نیستید، من لینک یه ویدیوی کوتاهی که آموزشش رو گذاشتم الان براتون روی همین ویدیو میذارم، برید اونو ببینید کامل متوجه میشید. چون بیس کارمون گره مدادی هست و کلا توی مکرمه بافی خیلی گره مهمیه. دو تا گره مدادی این سمت، 2 تا اون سمت میزنیم و یه حالت مثلثی بهمون میده. به اینم باید توجه داشته باشین که برای بستن سر مثلث‌ها روی مثلث باید به سمت وسط تل باشه. یه دونه دیگه انجام میدم، با دقت ببینید. نخ داخل میاد روی نخ بیرون و یه گره مدادی میزنه و دوباره تکرار میشه. این کار رو طرف مقابل هم انجام میدیم. نخ داخل از زیر نخ بیرونی رد میشه و یه گره مدادی میزنه. به این صورت و سر مثلثمون رو به سمت وسط تل میبندیم. به این مرحله که رسیدیم، مرحله اولمون تموم شده و میریم سراغ دومین مرحله و یه همچین بافتی رو قراره بهمون بده. ما دوباره میایم وسط 2 تا مثلث ها رو پیدا میکنیم و در ادامه ضلع مثلث قبلی که بافته بودیم دوباره مثل قبل با همون روش یه دونه گره مدادی دیگه میزنیم. این یک سمت، این هم سمت دیگه. مثل قبل گره مدادیمون همون فرمیو داره که نخ داخل میاد دور نخ بیرون و گره مدادی زده میشه. به اینجا که میرسیم برعکس این کار رو انجام میدیم. حالا نخ بیرون میاد روی نخ داخل. حالا وقتی خودتون این کار رو انجام بدین متوجه میشین به چه دلیلیه. به دلیل اینه که یه فرم
خشکتر و یه ایستایی میده به تاجتون، به خاطر اینکه قراره این تاجه یه مقدار ایستاده روی سر باشه و این بافته برای همینه که برعکس میشه. ببینید، توجه کنید. و دوباره برای بستن سر مثلث ها، کلا سر مثلث ها باید رو به وسط تل بسته بشه. این از نظر حالا اون کاری که داریم انجام میدیم خیلی فرق نمیکنه، فقط یه مقدار نظم میده به کارتون، وگرنه توی ظاهرش تفاوت خاصی نداره. یه بار دیگه انجام میدیم. ببینید اون دوتا رو دوباره میگیریم مثل قبل، نخ داخل روی نخ بیرون و گره مدادی. رو به رو هم همینطور. و اینجا نخمون رو برعکس میکنیم، یعنی نخ بیرونی میاد روی نخ داخلی. ببینید. و سر مثلث رو به وسط بسته میشه. یه همچین فرمی. اینو روی کل تل ادامه میدیم و همچین نتیجه رو میگیریم. این میشه اتمام مرحله 2. حالا همین مرحله 2 رو میتونیم 1 یا 2 بار دیگه ادامه بدیم. من خودم 2 بار دیگه ادامه دادم که یه مقدار ایستادگی قد تلم بلندتر بشه و قشنگتر بشه، جلوه بیشتری داشته باشه. شما میتونین 1 یا 2 مرحله دیگه ادامهش بدید. این شکلی میشه و تاجمون آماده است. الان باید سعی کنیم که با قیچی خیلی با احتیاط تا حد ممکن این نخا رو از ته بچینیم و سر نخا رو بسوزونیم. خیلی دقت کنین، مخصوصا حالا کار من که سفید بود رنگش، کلا هر رنگی بود کارتون، نخا رو از پشت تل بسوزونید که یه همچین حالتی بده و کارتون تمیز در بیاد.